حتما یادتون هست که وقتی پزشکیان اسامی اعضای کابینه رو اعلام کرد، یک طیف وسیعی از اصلاحاتچی‌ها و اونایی که دنبال پزشکیان راه افتاده بودن شروع کردن به نق زدن و غر زدن که این چه کابینه‌ایه، این که ادامه رئیسیه، با اینکه هیچی عوض نخواهد شد. ظریفم قهر کرد و رفت. غر زدن اصلاحاتچی‌ها به اون وزرایی بود که از دولت رئیسی جلاد مونده بودن توی کابینه. حالا این طرف بازار تو باند خامنه‌ای اینا هم مدعی اون چند تا وزیری بودن که از نظر اونا اصلاحاتچی بودن که توی چند روزی که داشتن وزرا رو بالا پایین می‌کردن خیلی این دعوا بیرون زد، طوری که شب قبل از جلسه رأی اعتماد عناصر باند خامنه‌ای توی مجلس تحت عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی اعلام کردن که ما خودمون نشست گذاشتیم و قراره که فردا 4 تا از وزیرا رأی نیارن و بیفتن. در جلسه امشب زعفرقندی، همتی، صالحی امیری و میدری موفق به کسب رأی اعتماد فراکسیون انقلاب اسلامی نشدند. جوجه بسیجی‌های سهمیه‌ای در دانشگاه هم خط و نشون کشیدن برای اعضای استبل نظام که حق ندارید به همه اینا رأی اعتماد بدید. اینکه ما الان به بهانه وفاق ملی بگیم آقا وفاق ملیه، پس ما بیاییم همه اینها رو بهشون رأی بدیم، این باعث ضربه به کشور میشه. واقعا اگر این مجلس آقای وزیر پیشنهادی بهداشت آقای زعفرقندی رو متناسب با اون معیارهای 12 گانه ببیند و به او رأی بدهد، این ننگ این مجلس خواهد بود. اما توی جلسه آخر بررسی وزرا پزشکیان به دستور خامنه‌ای یه بازی کرد که میز اینا چپ شد. اینا که میدونید بدون هماهنگی ما این کارو نکردیم. چجوری بگم همه این اطلاعات رو در بالا بنده هماهنگ کردم، چه با رئیس مجلس، یعنی با هم تفاهم کردیم. من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا. خانم صادق مازیادی را اصلا خود آقا گفتن که باشه. همه این عزیزان با هماهنگی، با به اصطلاح تفاهم اومدن اینجا. همین آقای دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردن. اصلا قبل از اینکه اسم وزرا رو بگیم ایشون رو آقا قبول کردن، گفتن خوبه. دیگه منو وادار نکنید برم تو جزئیات قضیه. رأی بدید ما بریم دولت رو تشکیل بدیم. و السلام علیکم. بعد از این صحبتا بود که اغلب عناصر باند خامنه‌ای ماستا رو کیسه کردن که آقا پشت قضیه است، چون همشون خوب میدونن که اگر حرفای پزشکیان واقعی نبود جرئت نداشت توی مجلس علنیش این چیزی رو بگه. که به این ترتیب همه وزرای پیشنهادی یه ضرب رأی آوردن و دولت شترگاف پلنگ تشکیل شد. تمام عناصر متضاد این دولت جدید هم در اولین اکتشون همه با هم رفتن سر قبر خمینی دجال تا یک بار دیگه روی نقش خودشون در تمام جنایاتی که در 40 سال گذشته در این نظام انجام شده مهر تایید بزنن. البته رأی اعتماد به کل کابینه همچنان بدون هزینه نبود برای نظام، چرا که همونهایی که شب قبلش وعده داده بودند که حتما 3-4 تا وزیر رأی نمیارن سکه یه پول شدن و اینجا بود که یه سری از عناصر هار باند خامنه‌ای به پزشکیان پریدن که چرا سید علی رو سپر خودت کردی؟ اتفاقی افتاد توسط خود رئیس جمهور محترم و اونم این که در بعضی از مواقع در این قضیه رأی اعتماد از رهبر معظم اسم بردند، ارجاعاتی دادند به حضرت آقا و یه جوری وانمود کردند که بله اینهایی که من پیشنهاد دادم از طرف رهبر معظم من تاییدشون رو گرفتم، که این واقعا نادرسته و ناسوابه. در صحن مجلس بد اخلاقی ها و هزینه های صورت گرفت، هم از طرف رئیس جمهور که باید مثل شهید خدمت سپر می بود و سپر می شد، نه اینکه جور دیگری عمل بکنه. یکی از عناصر هار باند خامنه‌ای که روزهای قبل در هر فرصتی به وزرای پیشنهادی پزشکیان حمله کرده بود این یکی بود. این شکل فیلترینگ نه فیلتر هست نه فیلتر نیست، ما فقط داریم فرصش رو میخوریم. استناد به نهج البلاغه خیلی چیز خوبیه، ولی خب توقع اینه که در این جایگاه، یعنی جایگاه ریاست جمهوری، برنامه‌های عملیاتی گفته بشه.
اینجا مجلسه. مرحوم سپهسالار 2 تا ساختمون ساخته، یکی مسجد که بهش میگن مسجد سپهسالار، یکی هم اینجا که بهش میگن مجلس. اینجا جای روزه خوندن نیست. بله، این یکی آخوند رساییه که برگه های رأی منفیش به اون وزرای کذا رو هم منتشر کرد و بعد هم توی کانال تلگرامیش نوشت اجرای آقای رئیس جمهور روی سن مجلس طوری بود که انگار یه روز رفتن بیت رهبری، دیزی گذاشتن وسط و لیست وزرای پیشنهادی رو دادن دست رهبری هم هر چه آقای رئیس جمهور گفته رو تایید کرده و تازه روی بعضیا اصرار هم داشته و این وسط حتی اگه کسی خودش هم نمیخواسته وزیر بشه زنگ زدن که هی فلانی دستور آقاست که بیا سر فلان وزارت خونه. یک طوری این کابینه به پای رهبری نوشته شد که کابینه خود آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریشان هم به پایشان نوشته نشد. البته بعد از چند روز که خود خامنه‌ای به صحنه اومد نشون داد که نه تنها قبلش با پزشکیان دیزی 2 نفره خورده بودن، بلکه بساط منقل هم گویا به پا بوده و خامنه‌ای توی فضا به اسم وفاق کل کابینه رو چیده و تحویل پزشکیان داده. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همکاری کنن. با بنده هم مشورت کردن و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تایید کردم، بعضی رو هم تاکید کردم. تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود. با این دفاعی که خامنه‌ای از پزشکیان کرد دیگه گوشی رو دست همه توی نظام داد که نه تنها وزرا رو خودش تعیین کرده بلکه چراغ سبز هم به پزشکیان داده بود که توی مجلس ازش اسم ببره تا دهن همه باندهای نظام رو ببنده و توی این شرایط بحرانی نظام دولت کارش رو سریع شروع کنه. خدا رو شکرگزاریم که به حمدالله دولت با همت رئیس جمهور محترم و با کمک ارزنده مجلس شکل گرفت. این خیلی نعمت بزرگی است. ما در بعضی از دولت‌های گذشته گاهی تا نزدیک 1 ماه یا بیشتر دولت نمیتوانست شکل بگیره که به حمدالله همه وزرا از مجلس با اعتماد مجلس به اونها به سلامتی بیرون آمدن. این حرفای خامنه‌ای ولی از طرف دیگه یه عده از بسیجی‌های باند خودش رو وامونده کرد، چون همین خامنه‌ای در گذشته‌های دور این مدل حکومت کردن که یک نفر همه چیز رو تعیین کنه رو مستبدانه میدونست. بسیجی هم گیج خوردن که بالاخره آقا دروغ میگه، پزشکیان دروغ میگه، قضیه چیه؟ در رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی‌کرد. بگیم استقلالی داشته باشه. یه مشت کسانی بودن که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا می‌کردن در مجلس، با پول در حقیقت این چیزا معامله میشد. اونجا هم هر چی دل دربار می‌خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می‌کردن. چیزی نبود که بتوانه در مقابل اون دیکتاتوری و استبداد محمد رضا خانی مقاومت کنه و ایستادگی کنه. قوه مجریه هم که در بس در اختیار او. وزیر کی بود؟ نخست وزیر کی بود؟ همه کار یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث. البته همین موجود خبیث الان با وقاحت به طور علنی میگه که من وزرا رو تایید و تاکید کردم، چون اونی هم که میگه من نمیشناختم که شوخیه. چون ثابتی از اون جوجه بسیجی‌های باند دلواپسا که حتی بعد از اعتراف پزشکیان به اینکه کابینه رو عظما چیده باز رأی مخالف داده بود، سری توییت زد دیدید آقا گفته که بعضیا رو اصلا نمیشناخته و نظر نداده. آخه مشنگ، عراقچی که 8 سال معاون وزیر خارجه بوده تو تمام مذاکرات حضور داشته رو که نمیتونی بگی نمیشناخته. یا همتی که رئیس بانک مرکزی و کاندید قبلی ریاست جمهوریش بوده. یا ظفرقندی که اصلا با هم عکس داشتن در سالهای گذشته. پس معلوم شد همه اینها و به طور خاص اون وزیرهایی که جنجالی بودن رو خودش انتخاب کرده بود. مشکلی که برای بسیجا پیش اومد اینه که مگه عظما قبلا نگفته بود که من هیچ دخالتی نمی‌کنم، من حق ندارم دخالت کنم؟ پس اون حرفا چی شد؟ بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن
فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشون مسئولیت‌های مشخصی دارن. رهبری نه میتونه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه. آخه این حرفا هم که فقط همین یه بار نزده بود، بارها و بارها عین این ادعا رو تکرار کرده بود. رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این همه دستگاه های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم های گوناگون. رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلط. این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقول. بله، دخالت رهبری در دستگاه اجرایی هم ناممکنه، هم خلاف قانون، هم نامعقول. ولی اینجا خیلی قشنگ هم تایید و هم تاکید کرده که کی بیاد کجا بشینه و هم دستور مشخص میده به یک وزارتخونه. هیچ مشکلی هم نداره. شبکه بهداشت، من از آقای دکتر زبرقندی جدا میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن، دنبال کنن این موضوع رو. یعنی واقعا برید دنبال این قضیه، نگذارید این موانع تولید مصر و ولادت رو که زیاد هم هست، اینا رو کاملا تسلط پیدا کنید. اینجا بود که دیگه بعضی از بسیجی‌ها هنگ کردن یا به زبان عامیانه مردم فاز ریزش گرفتن که چجوری میشه که یکی هم خط قرمزها رو رد کنه، هم به قول خودشون حامی فتنه بوده ولی قشنگ بیاد وزیر بشه با تایید سیدعلی. این مدل مسئولیت گرفتن توسط برخی از دوستان معرفی شده توسط آقای پزشکیان یک عادت بدی رو جا میاندازه و همون این هستش که در واقع داره به بقیه سیاسیون کشور هم میگه که شما همه مرزهایی که میشه برای یک نظام سیاسی هستش رو میتونید در بنوردید و مثلا نه حتی خیلی گذشته تر همین الان یه مواضعی بگیرید که تمام اون خطوط قرمز در بنوردید، بعد احتمال داره همین یه ماه دیگه وزیر بشید. کلا این عده از بسیجی ها بعد از تصویب کابینه سیستم عاملشون بمب آورده رو صفحه آبی مونده، یعنی نمیدونن چه خاکی باید به سرشون بریزن. یه سریشون تهدید کردن که بذار اغتشاشات شروع بشه ببینیم کی میاد کف خیابون برای حفظ نظام. یعنی داره میگه که اگر ما به صفت لباس شخصی می اومدیم کف خیابون و جوانای ملت رو میکشتیم به خاطر این بود که یه پست و مقامی برسیم، اگه پست و مقامی نیست ما هم دیگه نیستیم. یا مثل این مجری اسکل نظام که اینجوری به این کابینه وفاق جفتک زد. این فتنه هم حزب اللهیا بیان کف خیابون شهید بشن، بعدش دیگه فقط وفاق وفاق وفاق. این اومد مثلا از بسیجیای حزب اللهی به قول خودش دفاع کنه ولی حرفش تو همونا هم خریداری پیدا نکرد. خیلی از همباندیاش بهش پریدن. آخه تو کجا بودی و کجا رفتی تا حالا؟ جام جهانی که رفتی دلاری از جیب ملت هزینه کردی و مزدت هم گرفتی شدی مجری تلویزیون اسکل نظام. عمویی شما تهش در حد شاخوشونه کشتن واسه دهپاشی تو کوچه خلوتی از کدوم کف خیابون حرف میزنی؟ برنامه تو بساز، دقیقه پولتو بگیر، جام جهانی برو. بابا الکی خودتو قاطی نکن. اگه صدا و سیما این برنامه سازی و اجرا رو از تو بگیره و بندازتت بیرون، اولین مخالف و منتقد و دشمن نظام مقدس خواهی شد. تو بنده و برده پول و موقعیت هستی اسکل نظام مقدس. شما جز این که بهترین زمان آنتن تلویزیون گرفتید و با پول بیت المال یه سری برنامه سخیف ساختید، چی کار کردید که هم اسکل نظامید هم طلبکارش؟ شماها شهر رو به هم نریزید، نیاز نیست جمعش کنید. یکی دیگه از این ارگان‌های بسیج که بعد از این حرکت خامنه‌ای و اوضاع شلمشوربای بالای نظام گیج خورده، فراخوان به تعطیلی مجلس ارتجاع داد. مجلس شورای اسلامی رو تعطیل کنید. رأی اعتماد مجلس به گزینه‌ای که از سوابق و مواضع ضد نظام خود اعلام براءت نکرده در کنار رأی به گزینه‌های ناکارآمد و حداقلی نشان از عدم استقلال و اشتباه راهبردی دارد. با این اوصاف مجلس را تعطیل کنید یا کفالت آن را به پدرخوانده ها بسپارید. اما اوضاع بسیج اونقدر زاگاریته که مثلا این ارگان بسیجشون اومده بیانیه داده، زیرش تا چشم کار میکنه خیلی از خودیاشون اومدن یه دایره المعارف کامل از انواع فحشا نثارش کردن.
این بسیج دانشجویی ها علت این که جلز و ولز میکنن اینه که سفره بخور رو از جلوشون برداشتن. همشون مستقیم رفته بودن دولت، نشسته بودن سر سفره. بسیج دانشجویی و تک تک اعضای گوسالش غلط کردن و به گور پدر سوخته مفخورشون خندیدن. یه مش سهمیه حروم لقمه که وجودشون توی همون امیرکبیر از صدقه سر کثیف‌ترین نوع رانت و تبعیضه. وقتی با مفتخوری چیزی به دست میاری دیگه شعورت نمیرسه که دغدغه کادر درمان این جفنگیات احمقانه نیست. کاش اندازه دهنتون رو قبل از حرف زدن محاسبه کنید. با دانشجویان سهمیه‌ای چه باید کرد؟ منظورتون از پدرخوانده آقای خامنه‌ای هستش؟ گوگولی جان، آقا گفته دیگه، شما زر نزن. خیلی جالبه که شماها تا منافعتون به خطر میفته از رهبری هم عبور میکنید. حالا از اینجور دعوای بین خودشون اگر بخواید الا ماشاءالله ادامه داره که بخشش تو شبکه‌های اجتماعی قشنگ علنی منعکس میشه. یه نمونه دیگه‌اش همین جمله‌ای که خامنه‌ای در دفاع از پزشکیان گفت رو هر طرف به نفع خودش تفسیر کرد و پرید به اون طرفیا. مثلا اونایی که موافق پزشکیان بودن گفتن قابل توجه تندروهای افراطی، رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت، در انتخاب کابینه رئیس جمهور با بنده مشورت کردند. بعضی‌ها را تایید و بعضی را تأکید کردند. بعد جالبه که اون طرفیا قسمت دوم حرف خامنه رو گرفتن و با استناد به همین جمله به پزشکیان حمله کردن. کذب بودن ادعای پزشکیان اثبات شد. چند نکته در مورد این فرمایش رهبری. 1. رهبری بسیاری از وزرا را نمی‌شناختند. پس ادعای هماهنگی کامل رهبری با لیست کذب محض بوده. کیهان شریعت مداری هم که سخنگوی این طیف از باند خامنه‌ای سعی کرد صورت خودش رو با سیلی سرخ کنه و به شکل مضحکی تلاش کرد این توسری خامنه‌ای به همپالکیاش رو اینجوری مالکشی کنه. پس از انتشار بیانات رهبر انقلاب برخی شبهه کردند که آیا رهبری برخی گزینه‌های پیشنهادی را نمی‌شناختند و یا می‌شناختند و تایید و تاکید کردند. پاسخ این است که اولاً وزرای پیشنهادی محل انتقاد و اعتراض در یک سطح مورد نقد نبودند و با هم فرق می‌کنند. ثانیاً نگاه رهبر انقلاب منحصر در این دوگانه نیست که یا آنها را می‌شناسد و تایید یا تاکید کردند و یا نمی‌شناسد. گزینه سوم این است که افرادی را بشناسند و تایید هم نکنند و ضمناً بنابر مصالحی سکوت کرده باشند. البته این جفنگ بافتن کیهان حتی کودن‌ترین بسیجی‌ها هم قانع نکرد و پاسخ اینجور حرفا رو اینطوری دادند. آخه لاکردار، همه عمرت روی اسب مرده شرط بستی. یه دفعه بیا این طرف، شاید از برنده شدن خوشت اومد. مازوخیسم باختن داری؟ یعنی مهار اوضاع باند خامنه‌ای طوری از دستش در رفته که دیگه حتی با جملات خودش هم نمیتونه یک چنین فضاحتی رو جمع کنه. علت هم اینه که دیگه کسی توی نظام به ولی فقیه کار نداره و هر کی فقط دنبال منافع خودشه. سخنان امروز رهبری در مورد کابینه دولت 14 رو شنیدیم. طرفداران پزشکیان میگن دیدید راست میگفت و با ایشون مشورت کرده. مخالفینشون هم میگن دیدی آقا گفتن که خیلی از اعضای کابینه رو نمیشناختم. نکته یاد گرفتیم فقط اون بخشی از حرف رو بشنویم که به نفع ماست. به این ترتیب میشه نتیجه گرفت که از هلاکت رئیسی تا اینجا که دولت پزشکیان کارش رو شروع کرد، باند خامنه‌ای شرح شد و خامنه‌ای توی باند خودش هم مثل قبل برو نداره. وقت بخیر و خدا نگهدار.